سلام رفقا، به قسمت چهارم از دوره جامعه آموزش PLC خیلی خوش اومدید. در جلسات قبلی یاد گرفتیم که چطور با مدار خود نگهدار و دستورات ست و ریست بیایم و خروجیامون رو فوراً خاموش و روشن کنیم. اما توی دنیای واقعی صنعت همه چیز لحظه‌ای و آنی اتفاق نمیفته. فرض کنید میخوایم بعد از زدن شاسی استارت یه موتور صنعتی سنگین با 5 ثانیه تأخیر روشن بشه تا اون تجهیزات جانبی هم بیان و آماده بشن. یا مثلا میخوایم وقتی که شاسی استاپ رو زدیم فن تهویه هوا فورا خاموش نشه و 10 ثانیه بیشتر کار کنه تا اون گازهای مثلا سمی رو بیاد و تخلیه بکنه. امروز میخوایم بیایم و راجع به تایمرها حرف بزنیم. تایمرها یکی از پرکاربردترین دستورها در PLC هستن و میخوایم راجع به فرمت دستورشون، مفهوم ضرایب زمانی و بقیه چیزا صحبت کنیم. خب این که بالا قسمت قبل پاک کنیم. خب فرمتی که ما برای نوشتن تایمر در PLC استفاده میکنیم به این صورته. اول مثلا یه دونه کنتاکت باز میاریم LD مثلا X0 به عنوان مثلا شاسی استارت. خب الان میخوایم بیایم و از تایمر بنویسیم، دستور تایمر رو بنویسیم. باید چیکار کنیم؟ باید بنویسیم TMR رو مینویسیم. بعد دو تا آرگومان داره این دستور. آرگومان اول چیه؟ شماره اون تایمر رو از ما میخواد که شماره اون تایمر رو چجوری مینویسیم؟ مثلا مینویسیم T1 یا مثلا مینویسیم T2 مثلا مینویسیم T3. خب و این اعدادی که میتونیم بنویسیم بستگی به اون CPU PLC که استفاده میکنیم داره که جلوتر راجبش صحبت میکنیم. این از آرگومان اول. آرگومان دوم چیه؟ آرگومان دوم مقدار تایمیه که ما میخوایم، مقدار اون زمانیه که نیاز داریم. که به چه صورتی نشونش میدیم؟ با کا نشونش میدیم. حالا عددش رو چطوری نشون میدیم؟ مثلا ما میخوایم بعد 5 ثانیه بیاد و خروجی واسه ما فعال بشه. خب ما اینجا نباید بنویسیم کای 5، چون ما انواع تایمرها رو توی این نرم افزار داریم و تایمری که ما داریم اینجا ازش استفاده میکنیم تایمریه که ضریبش 100 میلی ثانیه است، یعنی 1/10 میلی ثانیه. خب یعنی چی؟ یعنی ما اگه بخوایم بعد از 5 ثانیه یک خروجی ازش بگیریم باید اینجا 50 وارد کنیم که 50 ضرب در 1/10 ثانیه بشه که بشه همون 5 ثانیه. یا مثلا اگه میخوایم بعد 10 ثانیه بیاد و یک خروجی به ما بده باید بیایم و چیکار کنیم؟ باید بیایم اینجا بنویسیم کای 100 که 100 ضرب در 1/10 میلی ثانیه بشه و خروجی 10 ثانیه رو به ما بده. پس ما اینجا مینویسیم کای 5. خب ساختار دستور پس دستمون اومد که به این صورت. خب ما اینو الان نوشتیم. میخوایم بیایم و پروژه با این بنویسیم پروژه عملیه، مثلا آن دیلی موتور، مثلا بعد 5 ثانیه مثلا موتور بیاد توی من. یه جوری این کار رو انجام میدیم. میتونیم این خط رو پاک کنیم دوباره بنویسیمش. بیایم و همین X یا مثلا یه دونه شاسی استارت بذاریم بنویسیم LD لود کن واسه من X0 رو به عنوان شاسی استارت قرار میدیم. X0 رو باش چیکار میکنیم؟ باش میایم یه موتور رو فعال میکنیم. یه موتور رو میایم داخل مدار ست میکنیم. یک موتور رو ست وایه مثلا 0. خب بعد چیکار میکنیم؟ میگیم که اگه این موتور اومد لود کن. این موتور اگه وارد مدار شده بود LD وایه 0 بیا چیکار کن؟ بیا یه تایمر رو واسه هم فعال کن. از ساختار نوشتن تایمر استفاده میکنیم TMR یه دلخواه مثلا T1 با گفتیم 5 ثانیه دیگه با کار مثلا 50. خب میایم اینجا کنترل آی میزنیم، پد پرندمون رو میبریم پایین و مینویسیم چی؟ مینویسیم حالا میخوایم بیایم و از تایمرمون خروجی بگیریم. چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ باید اون شماره پایه که نوشتیم T1 رو به عنوان تیغش بیایم ازش بیایم و استفاده کنیم. چی مینویسیم؟ مینویسیم لود کن T1
می‌نویسین چی؟ پس چی شد تا اینجا؟ اگه تیه 1 اومد لود کن تیه 1 یه چیکار بکنه بیاد واسه ما یه خروجی رو بیاد و فعال کنه، مثلا ست کنه وای 1 رو مثلا. پس بعد 5 ثانیه تایمر ما میاد و با 1 رو وارد مدار میکنه. خب ما یه استوپ هم میخوایم که مدار داشته باشیم. پس چی می‌نویسیم LD x1 بیاد چیکار کنه؟ بیاد و خروجی های ما رو واسمون ریست کنه که چون چی باشه خروجی های ما با 0مون با 1 و خود تایمرمون. میخوایم وقتی شستی استوپمون رو زدیم تایمرمون هم ریست شه. خب میایم این کار رو انجام میدیم، مینویسیم RST همونطوری که گفتیم با 0 خط اند رو میبریم پایین، کنترل آی میزنیم، میایم و یک شاخه اضافه میکنیم. گفتیم که F8 رو اگه بزنیم یه ورتیکال لاین بهمون میده. میایم و دو ریست بعدی رو مینویسیم RST Y1 دوباره کنترل آی میزنیم، دوباره یه ورتیکال لاین و تایمرمون هم ریست میکنیم RST Y1 شماره پایه تایمرمون رو مینویسیم. خب بریم تستش رو بگیریم ببینیم چطوری کار میکنه. گفتیم اول باید برنامه‌مون رو کامپایل کنیم. این خاکستری رنگ بک‌گراند باید سفید بشه، اروری نداشته باشه برنامه‌مون که خب کامپایلش اوکی شد. اول سیمولاتور رو میزنیم، محیط شبیه سازیان میزنیم، آنلاین مود میزنیم که بتونیم از برنامه‌مون شستیاشو فعال کنیم و وقتی ما آنلاین مود میزنیم سی پی اون اول کار استوب، این بالا رانش میکنیم. خب ما شستی استارتمون رو میزنیم. چه اتفاقی میفته؟ وقتی میایم و شستی استارتمون رو میزنیم میاد و بعد از 5 ثانیه میبینید که در حال شمارش میاد و یه خروجی واسه ما فعال میکنه. پس ما اول اومدیم ایکس 0 رو زدیم، با 0 رو واسه ما مدار یه خروجی فعال کرد. گفتیم اگه با 0 فعال شد یه تایمر فعال شه به مدت 5 ثانیه و بعد از 5 ثانیه اون تایمر بیاد یه خروجی دیگر رو فعال کنه. خب این سه جوراییم که یکی پس از دیگری، ولی خب یکی پس از دیگری یه سری اطلاقات داری که تو مدارات آینده بهش میرسیم. خب اینجا شستی استا هم گذاشتیم دیگه. ما اگه میایم و x1 رو بزنیم چه اتفاقی میفته؟ میاد و هم موتورها خروجیامون مثلا و تایمرمون رو میاد مثلا همون ریست و ما اگه دوباره این کار رو بکنیم ببینید که این شمارش میاد و اتفاق میاد. حالا یه نکته اینجا هست، ما اگه اینجا به جای اینکه این با 0 رو اوت اگه می نوشتیم، مثلا من اینو پاک کنم بنویسم اوت وای 0 درسته؟ خب ما اگه بیایم اینجا بکنیم چه اتفاقی تو مدار میفته؟ ما اگه بیایم اینو اوتش کنیم این گریزی بزنیم به دوتا ویدیو قبلی و این بچه ها ماشون حواسشون بوده. ببین اگه ما اینجا x1 رو بزنیم داره میشماره تایمر دیگه تا به اون 50 برسه. خب ما بیایم دستمون رو برداریم تایمر ریست میشه. چرا این اتفاق میفته؟ ما اومدیم از کویل استفاده کردیم و اینجا وقتی از کویل استفاده میکنیم کویل گفتیم که تا زمانی که ما دستمون روی شستی باشه کویل به ما خروجی میده. خب ما وقتی دستمون رو برداریم کویل خروجیش میره. خب اینجا 1 بود، خب شد 0 تایمر ریست میشه. اوکی این از این. خب همونطوری که گفتم کلی تایمر داریم، تایمرهای بسیار مختلفی داریم. تایمر ATMR داریم تو یعنی نرم افزار، تایمرهای ماندگار رتنتیو داریم که حتی اگه برق PLC مون هم قطع بشه اون زمانش مرده شده رو حفظ میکنه. خب تو پروژه‌های پیشرفته تر ازشون استفاده میکنیم. سورس کد این مدار تأخیر در وصل رو هم من توی کانال تلگرام فکتوری لاب براتون گذاشتم، حتما یه سری بزنید و اگه دوست داشتید دانلود کنید.
کانال رو سابسکرایب کنید یادتون نره و تا قسمت بعد خدا نگهدار.